خیلی از مردم فکر میکنن مهندسی پزشکی یعنی تعمیرات تجهیزات پزشکی. آیا واقعا اینطور هست؟ سلام، من الهه هستم، کارشناس مهندسی پزشکی. هدفم اینه که اینجا شما رو با دنیای واقعی مهندسی پزشکی آشنا کنم. مهندسی پزشکی یعنی ترکیب خلاقانه علم مهندسی و پزشکی برای بهبود سلامت و درمان بیماری ها هست. هر چیزی که به پزشکی رنگ و بوی تکنولوژی بده مهندسی پزشکی. مثالهاش میشه از ابعاد خیلی ریز مثل نانو و میکرو، کریسپر کس9، کپسول‌های رباتیک که قبلا ویدیوشون گرفته بودم، تا تمام تجهیزاتی که شما توی بیمارستان میبینید، دستگاه‌های چند تونی MRI، همه اینها کار مهندسی پزشکی است. این تصور که مهندسی پزشکی کارش تعمیرات تجهیزات پزشکی هست کاملا تصور اشتباهیه. عموم مردم فکر میکنن ما مهندسی پزشکی ها کارمون تعمیرات تجهیزات پزشکیه یا فروش کالای پزشکی یا نهایتاً کنترل کیفی و کالیبراسیون رو بدونن. ولی علم مهندسی پزشکی فراتر از این است و واقعاً دنیا رو دگرگون میکنه. فضای مهندسی پزشکی بسیار گسترده است و چندین گرایش اصلی داره، مثل بیوالکتریک، بیومکانیک، بیومتریال، بیوشیمی، بالینی، پردازش سیگنال پزشکی، پردازش تصویر پزشکی و چندین گرایش دیگه، و در همه این گرایش ها در حال رشد و توسعه هست. در آینده حتی مهندسی پزشکی کاری میکنه که درمان ها دقیق و شخصی سازی شده باشن، مثل پرینترهای سه‌بعدی که با استفاده از سلول های بنیادی هر فرد میتونن اعضای بدنش رو دوباره تولید کنن به طوری که بدنش اون عضو جدید رو دوباره پس نزنه. من در چنل یوتیوب و پیج اینستاگرامم چند تا از جدیدترین تکنولوژی‌های مهندسی پزشکی رو توضیح دادم. مهندسی پزشکی آینده درخشان داره، ولی یادتون نره که این علم فقط در بیمارستان‌ها نیست و در زندگی روزمره و ادامه زندگی تأثیر اساسی داره. ممنون که همراه من بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. اینطوری میتونید همیشه در علم مهندسی پزشکی بروز باشید. اگه دوست دارید بیشتر بدونید ویدیوهای من در کانال یوتیوب هم دنبال کنید و از این مسیر علمی شگفت‌انگیز لذت ببرید. ممنون از همراهیتون.